اینها هم‌صنف‌ها هستند. مکتب میانه رقم 18 دهه فیض‌آباد دهات گلستان ناحیه وسیع را 40 سال پیش ختم کردند. بعد همین قدر سال 1 یونی سال 2025 در مکتب دهه جمع آمدند. خیمیا با ما چی میکرد؟ شما خودتون چی استفاده برای نفتن خیمیا؟ استاد امی فن خیمیا در برابر دیگر فن‌های دقیق و فن دقیق می‌گوید. امروز در جامعه ما فن خیمیا برای گوینده چه جمعیت و پیشروی دولت یک سهم چیه؟ بهترین در کار آینده جمعیت همین فن‌های دقیق در کار است. چون که آینده دولت همین فن‌های دقیق معین میکنن. چی میکنند همین فن‌های دقیق؟ در این صنفخانه ختم کنندگان سال 1985 مکتب از دو صنف پس پرتن نشستند. درس خیمیا بعد 40 سال. استاد 78 ساله هستند. موضوع درس اهمیت فن خیمیا در حیات امروزه انسان. استاد با استفاده از واسطه‌های عیانی تجربه می‌گذراند. مشغولیت‌های استاد را که همین طور شوق‌آور می‌گذاشتند شاگردان تا امروز خوب در خاطر دارند. درس استاد لحظه از چوربینی هم‌صنف‌ها در واخوری هم‌صنف‌ها است. لحظه های جالب و خاطرمند حالا در پیشند. با انجام درس هم‌صنفان منظره های صحنه حولی مکتب را دیده از طبیعت آن حلاوت بردند. برای خاطره کلکتیوانه عکس برداشتند. سلام علیکم استادان و هم‌صنفان عزیز. اولا همه شما را به درگاه علم معرفت خوشامد می‌گویم. امروز ختم کنندگان سال 1985 که امسال 40 سالگی ختم مؤسسه تحصیلی است، تعلیمی است، در این باره یک محفل استادان و هم‌صنفان را برگزار کردیم. در این محفل همه هم‌صنفان و استادان اشتراک دارند. ما از محفل خیلی خرسند و منتظر هستیم که طول 40 سال با یکدیگر با نخورده بودیم. من از نام خود و از نام همه هم‌صنفان و تشکیل کننده این محفل آفرین‌ها می‌گویم. امروز روزی است که ما شاگردان در نزد استادان خود نشسته با آنها منتظری‌های خود را اظهار می‌نماییم. چوربینی با دیدار همدیگر صحبت و یاد خاطره های دوره مکتبی لحظه به لحظه گرمتر می‌گردید. اینجا آشخانه مکتبی است. از همان دوره به تغییر مانده است. قسمت فراغت و مهمانداری سر یک پیاله چای همینجا گذشت. گرد دسترخوان استادان و هم‌صنف‌ها از لحظه های دوره مکتبی سخن میگویند. ما از همه شما در وقت طلبگیتون یگان کمبودی ندیدیم. ما اون قدری که مهارت داشتیم، مهارت آموزشی داشتیم، آن رو برای شما دادیم، تربیت کردیم و کمال رساندیم. البته در تربیت شما خطا نکردیم. مقصد برگزاری ما دیدن دیدار است. یک امکانیت‌های خوبی دستگیری مؤسسه تعلیمی است که یک کمی هم باشد در مؤسسه تعلیمی یک کمک خود را رسانیم.
با همه شما با خداوند آرزو میکنم که همین 40 سال دیگه با خلق و وطن خدمت کنید، در کدام کاری نباشد، در کدام سایه نباشد، با خلق و وطن خدمت کنید و دوستو اختیار تا شما سلامت باشید. در این چوربینی همسینفون مقصد گذاشتند که به مؤسسه کمک رسانند. برای تحصیل همدهگان 2 صنفخانه را تعمیر می نمایند. همچنین برای 20 نفر خواننده مکتب مبلغ لباسهایشان را پرداخت می نمایند. برای سهم ارزنده گذاشتن در حیات آنها زحمت استادان را با تحفه های مالی قدر نمودند. واخوری همسینفون با برنامه جالبی فرهنگی جنبش گردید.